یه دوستان دودپتی هست و پراته پراته کردن میدن بسیار مزدار و اما تو خوبش یک دو هم نیز زیاد است. کفتری هست بسیار یک رستوران زیبا و مقبول از دوستا ببینیم چقدر عالی است. به کفتریا این دوستان عزیز رستوران زیبا و مقبول نمک که افتتاح هست. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشید. از زندگیتون بختی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما درخواست از دوستا امروز آمدیم که شهر نو دیدن بکنیم، اما از جای مختلف شهر نو، از جایی که رستوران کفتریا و همچنان رستوران نمک موقعیت دارند دیگه آمدیم این طرف. دوستان عزیز به این حال برو بریم دودپتی و پراتیشه ببینیم. سرک بگذاریم دوستان عزیز که کنونه موتر این انسان رو ما نکنه خدا انشالله حرف میزنیم. اینجا من کندن کاریش ره چیز دست طرف حتما که جورش کنن سامان بازار به زیبایی طرف. دوستان عزیز البته هتل شهرنو هم دوستان عزیز در این موقعیت قرار داره. یه دوستان عزیز دودپتی هست و پراته پراته کردن میدن بسیار مزدار و اما تو خوبش یک دو هم نیز زیاد است. این طرف دوستان دوباره بگذاریم این طرف. ما رستوران کفتریا رو به اوگدر نشان بدم که خواسته بود که همین طرف ها رو ببینه. من نمیفهم خانهش گفتم اینجاست یا هر چیز دیگه، ما آمدیم که برش نشان بدیم. این دفتر رو دوستان عزیز طرف تکلیف فروشی ها و لوازم کامپیوتر و پرنتر و این چیزها هست دوستان عزیز. و این هم رستوران زیبا و مقبول کفتریای کابل. این دوستان عزیز رستوران کفتریاست بسیار یک رستوران زیبا و مقبول از دوستا ببینیم چقدر عالی است. به کفتریا باز خوبی از این رستوران دوستان عزیز رستوران کفتریا دری هست که بسوبانش بوفه داره. بوفهش واسه چه قسمی حساب میکنه؟ تو نیست شما یک مبلغ مشخص پرداخت کنید، هر قدر که خوردین دلتان نیست نیست کیلو یکی حساب میکنه. کله پاچه داره، مویی داره، چپس و کل صبحانه کل چیز داره دوستان عزیز. میگیرین شما دمشقابا میبرین کیلو یکی حساب میکنه. کیلو هم اگر شما نکنیم کیلوی 700 افغانی هست. میگه هر قدر میلتان بود میتونین بگیرین. اگر انسانمون نهایتش بخورم زیادش نیم کیلو، یعنی تقریبا 350 افغانی میشه. از زیادتر هم از نمیتونم، از کمتر از این نیم کیلو رو بس میگیرم دوستان عزیز. دوستان عزیز رستوران زیبا و مقبول نمک که افتتاح هست.
و هستیم در رستوران‌های مشهور و محبوب و زیبا و عالی شهر کابل دیگه به حساب میاد. نمک در تصویر میبینید بسیار یک رستوران زیبا و مقبول است. داخلش هم میگن فضای بازش بسیار زیبا است. فضای خوب دوستان عزیز، همونطور ما به پیش میریم از جاده آزادی بیان سلو طرف های شهر نو دیگه. این ساختمان هم یقین در حال ساخت ساز است. زیبا و حالی عکاس تاور. زیبا ساختمان ها در حال جور شدن است که هم جور شده و این دوستان عزیز کارش تقریبا تکمیل هست دیگه. بگذاریم دوستان عزیز ویدیو را دوباره ادامه میدیم. خوب دوستان عزیز، در حال شهر نو تالار عروسی زیبای شهر نو در قسمت همچنان دوستان عزیز میبینین که یک تالار بسیار زیبا و مقبول در شهر نو است که یک تالار قدمی هم است دوستان عزیز، همگی میشناسن اونشه و کلگی از اینجا شاید خاطره داشته باشن بعضانی میوقع مردم عروسی ها را اینجا نمیگیرن، درجه میتن نمسرک میدان هوایی و اون طرف ها بگیرن. روبرویم دیگه دوستان عزیز سرک قلعه فتح‌الله میشه. طرف هم جاده امام خمینی هست و این مسجد زیبایی که هر بار آمدیم از این یاد کردیم. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشد، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین. در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.